با تشبث سرایست مالیه ولایت ختلان، همایش کارمندان جوان ساحه مالیه ولایت تحت عنوان نقش جوانان در 3 سال صاحب استقلالی دستاورد و دورنما بخشیده به سزاوار پیشواز گرفتن جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی در دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو برگزار گردید. در این روز معاون رئیس ولایت ختلان فیروزه شریفی، سردار سرایست مالیه ولایت ختلان نظرزاده بختیار، مالیاتچیان 25 شهر و نواحی ولایت و دیگر شخصان رسمی اشتراک و سخنرانی نمودند. پیش از همایش هیئت مهمانان از نمایش دستاوردهای ساحه توریسم ولایت دیدن کرده، سپس به قسم دیگر چورابینی وارد شدند. سرایست مالیه ولایت ختلان بسیار بردباری ها دیده می شود. امروز در پیشبرد با موفقانه ساحه مالیه سهم و نقش جوانان بیشتر به چشم می رسد. از دستگاه مرکزی وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان سر کرده تا سرایست و رئیست های مالیه شهر و نواحی کشور را اکثر جوانان تشکیل می دهند که علاقه در پیشبرد کار استاد کسب خود می باشند. در قسمت داخلی مراسم امروزه که بخشیده به 30 سال استقلالیت و نقش جوانان در این 30 سال تشکیل شده بود سخن کردند. اینچنین دایر به دستاوردهای سرایست مالیه ولایت سخن رفته به جوانانی که به این سمت وارد شدند مصلحت‌های مفید دادند. همچنین در قسمت دیگری آن به یک قطار فعالان و کارمندان این ساحه با سپاسنامه سرایست مالیه ولایت ختلان و کمیته کار با جوانان ورزشی ولایت ختلان قدردانی کرده شد. تکمیل و اختصاص جوانان مالیاچی دانش و مهارت خود را در داخل و خارج و بیرون از کشور طبق استانداردهای بین المللی رشد می‌بخشند. امروز روند جهانی شوی تقاضا می‌کند که پیشبرد کارهای مالیوی و تطبیق و عملی کردن لایحه‌های افضلیت‌نام توسط برنامه‌های زمانوی کامپیوتری عملی گردد که بیشک چنین کار برداشت جوانان صاحب معرفت است. قسمت جنبسته چورابینی امروزه را اهل فرهنگ ولایت گذرانیده با دستگل سرود و ترانه‌های خود تا در خاطر اهل نشست را بالیده گردانیدند.